به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع می‌کنیم. تئوری انتخاب، نویسنده ویلیام گلاسر و مترجم علی صاحبی هستش. انتشارات ارمغان گیلار این کتاب رو ترجمه کردن. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. او مرا عصبانی کرد و من او را زدم. چقدر این جمله را از اطرافیان خود شنیده اید؟ چقدر خودتان این جمله را به کار میبرید؟ آیا شما هم جز آن دسته از افرادی هستید که معتقدید عوامل بیرونی کنترل زندگی ما را به دست گرفتن؟ یا فکر میکنید همه چیز به درون و انتخاب‌های ما بستگی دارد؟ ویلیام گلاسر جزء دسته دوم بود. او تلاش کرد در دنیایی که بسیاری از روانپزشکان علت رفتار انسانها را به عوامل بیرونی نسبت می‌دادند، برخلاف جریان آب شنا کند و نتیجه این تفکر را در اثر مهمش، تئوری انتخاب، به جهانیان عرضه کرد. در این یادداشت نگاهی به کتاب تئوری انتخاب می‌اندازیم. تفاوت‌های آن را با نظریه‌های دیگری که با رفتار مرتبط هستند بررسی می‌کنیم و با اصول و چهارچوب فکری ویلیام گلاسر و همچنین زندگی او آشنا می‌شویم. پیشنهاد می‌کنیم در کنار مطالعه این یادداشت که نکته‌های پریا نقی‌زاده در یادداشت تفاوت‌های کتاب‌های روانشناسی، موفقیت و انگیزشی را هم بخوانید. در این یادداشت می‌خوانید تئوری انتخاب چه چیزهایی ما را به پذیرفتن تئوری انتخاب ترغیب می‌کند؟ گذشته چگونه بر انتخاب امروز ما تأثیر می‌گذارد؟ رابطه میان تئوری انتخاب و ارتباط ما با دیگران چگونه است؟ ما چطور می‌توانیم روابط سالمی بسازیم؟ ماشین رفتار چیست؟ چه تفاوتی میان تئوری انتخاب و دیگر نظریه‌های رفتاری وجود دارد؟ مسئولیت پذیری یا مسئولیت گریزی؟ ویلیام گلاسر که بود؟ دکتر گلاسر در کتاب تئوری انتخاب به ترجمه دکتر علی صاحبی معتقد است که تمام رفتارهای انسان‌ها بر اساس انتخاب‌های آنان به وجود می‌آید. در حقیقت هر انسانی با هر انتخابی که در زندگی می‌کند در تلاش است تا به ارضای یکی از این 5 نیاز اساسی‌اش بپردازد. نیاز به بقا، نیاز به عشق و احساس تعلق، نیاز به قدرت موفقیت و ارزشمندی، نیاز به آزادی، نیاز به تفریح. تئوری انتخاب بر کنترلی که هر فرد بر احساسات و رفتار خود دارد تاکید می‌کند. به این ترتیب می‌توان به این نتیجه رسید که اگر ما به تئوری انتخاب معتقد باشیم، مسئولیت زندگی خود را به صورت تمام و کمال قبول می‌کنیم و این مسئولیت پذیری برایمان آزادی به همراه دارد. اما پیش از اینکه این مبحث را باز کنیم، لازم است تا نکاتی را مرور کنیم و به فهم مشترکی از آن برسیم. چه چیزهایی ما را به پذیرفتن تئوری انتخاب ترغیب می‌کند؟ برای اینکه درک کنیم این نظریه چطور کار می‌کند، لازم است تا پیش از آن نکاتی را مرور کنیم که ما را به درک مشترکی از این موضوع می‌رساند. اگر بپذیریم که تمامی رفتار و اعمال ما برای ارضای این 5 نیاز اساسی ما انجام می‌شود، بنابراین می‌توانیم قبول کنیم که ما بر اعمالمان کنترل کامل داریم. گذشته چگونه بر انتخاب امروز ما تأثیر می‌گذارد؟ بسیاری اوقات ممکن است خواسته یا ناخواسته علت مشکلاتمان را به گذشته‌مان ربط دهیم. البته ما نمی‌توانیم تأثیر گذشته و حتی دوران کودکی را بر شخصیت و زندگی امروز ما انکار کنیم.
اما این گذشته نباید تبدیل به زندانی برای ما شود، چرا که مرور گذشته دردناک ما کمکی به بهبود حال ما نمی کند. علاوه بر این ما می توانیم بازتابی از مشکلات روانشناختی را در روابط عاطفی ببینیم. درک و پذیرش این موضوع می تواند به ما کمک کند تا قدمی برای بهبود روابط و همچنین بهبود حالمان برداریم. رابطه میان تئوری انتخاب و ارتباط ما با دیگران چگونه است؟ ما فقط می توانیم روی اعمال و احساسات خود کنترل داشته باشیم. تمام آنچه که به دیگران می دهیم یا از آنها دریافت می کنیم اطلاعات است. اما این انتخاب ماست که با این اطلاعات چگونه برخورد کنیم. در عین حال همه ما افرادی هستیم که به داشتن حداقل یک رابطه سالم و رضایت بخش نیاز داریم. کنترل بیرونی توان رضایتمندی از روابط را از ما می‌گیرد و جدایی انسان‌ها از روابط سالم سرمنشأ مشکلات بسیاری است. ما چطور می‌توانیم روابط سالمی بسازیم؟ این پرسش احتمالاً مهمترین پرسشی است که لازم است از خودمان بپرسیم و به دنبال پاسخش باشیم. ما چطور می‌توانیم روابط سالمی بسازیم؟ در روانشناسی که بر اساس تئوری انتخاب پیش می‌رود، 7 عادت مراقبتی جایگزین عادات کشنده شده‌اند. این عادت عبارتند از حمایت کردن، تشویق کردن، گوش دادن، پذیرش، اعتماد کردن، احترام گذاشتن، گفتگو برای حل اختلافات. اگر رابطه‌ای که ما با اعضای خانواده، دوستان، همکاران و یار عاطفیمان برقرار می‌کنیم بر اساس این 7 عادت شکل گرفته باشد، تبدیل به یکی از همان روابط سالمی می‌شود که نیاز اساسی بشر امروز است. حال ممکن است از خود بپرسید چطور می‌توانیم این رابطه را نابود کنیم؟ این کار به راحتی و با 7 عادت کشنده‌ای که نام می‌بریم انجام می‌شود. انتقاد کردن، سرزنش کردن، شکایت کردن، غرغر کردن، تهدید کردن، تنبیه کردن، باج دادن برای کنترل دیگران. ماشین رفتار چیست؟ ماشین رفتار یکی از موارد مهمی است که در کتاب تئوری انتخاب مطرح می شود. برای آشنایی با این مفهوم باید به یکی از اصول اساسی این نظریه رجوع کنیم. تمام آنچه که ما انسان‌ها انجام می‌دهیم رفتار است. ما از لحظه‌ای که متولد می‌شویم تا زمانی که از دنیا می‌رویم رفتار می‌کنیم. تمام رفتارهای ما از این 4 مؤلفه اصلی و به هم پیوسته، یعنی عمل، فکر، احساس و فیزیولوژی تشکیل می‌شود. تمثیل ماشین رفتار به ما در درک این موضوع کمک می‌کند. اگر رفتارمان را مانند یک ماشین در نظر بگیریم که 4 چرخ دارد، 2 چرخ جلویی، عمل، راه رفتن، خندیدن، فریاد زدن و حرف زدن و فکر، تحلیل کردن، استدلال کردن، خیال پردازی هستند. همان دوتایی که کنترلشان در اختیار ما انسان هاست. 2 چرخ عقبی که تحت تاثیر 2 چرخ جلو هستند، احساسات شامل غم، شادی، ناامیدی و فیزیولوژی شامل عرق ریختن، لرزش بدن، سردرد و غیره هستش. ما فکر می‌کنیم و دست به عمل می‌زنیم. احساسات ما و همچنین فیزیولوژی ما نیز تحت تاثیر رفتار ما تغییر می‌کند. اگر ما انتخاب کنیم که به مرور خاطرات خوبمان بپردازیم یا کاری را انجام دهیم که از آن لذت می‌بریم، احساساتمان نیز تغییر می‌کند و در نتیجه آن فیزیولوژی و حالت بدن نیز تغییر می‌کند. چه تفاوتی میان تئوری انتخاب و دیگر نظریه‌های رفتاری وجود دارد؟ حال که با مفهوم کلی تئوری انتخاب آشنا شدیم، بد نیست
اگر به تفاوتی بپردازیم که میان این نظریه و نظریه‌های دیگر وجود دارد. در تئوری انتخاب اصل مهمی وجود دارد و آن این است که ما تنها و تنها مسئول اعمال و رفتار خودمان هستیم. این اصل به ما می‌آموزد که ما نمی‌توانیم مالک دیگران باشیم و آنان را کنترل کنیم. اما اگر نگاهی به بسیاری از نظریه‌های رفتاری دیگر بیاندازیم، متوجه می‌شویم که بسیاری از آنها بر اساس اصل کنترل کردن پیش می‌روند. ساده‌ترین مثالی که می‌توان برای روشن شدن این موضوع مطرح کرد، مکانیزم‌هایی است که بر اساس تشویق و تنبیه پیش می‌روند و به دیگران این حق و وظیفه را می‌دهند که افراد را کنترل کنند. حال این سوال پیش می‌آید که آیا کنترل بیرونی می‌تواند تاثیرگذار باشد؟ البته تاثیرگذاری کنترل بیرونی را نمی‌توان انکار کرد، اما نباید فراموش کرد که این تاثیرگذاری کوتاه مدت است. اگر کودکی به دلیل تشویق و پاداشی که از دیگران دریافت می‌کند دست به انجام کارهای خوب بزند، به محض قطع شدن تشویق از کار خوبش دست می‌کشد. نباید فراموش کرد که کنترل بیرونی همیشه با اهداف پلید انجام نمی‌شود. گاهی اوقات نیت خیری پشت آن پنهان است، اما این خیرخواهی نابجا می‌تواند در نهایت به عدم مسئولیت پذیری در افراد مختلف منجر شود. مسئولیت پذیری یا مسئولیت گریزی. برای درک بهتر این مبحث می‌توانیم به مثلث کارپمن مراجعه کنیم. استیون کارپمن در این مثلث منطق روابط انسانی را توضیح می‌دهد. این مثلث 3 نقش اما 2 بازیگر دارد. کسی که در نقش قربانی فرو می‌رود و حاضر به پذیرش مسئولیت خود و اعمال نیست. کسی که در نقش جلاد یا آزارگر ظاهر می‌شود و در پی کنترل کردن دیگران است و کسی که نقش ناجی را بازی می‌کند. با ظاهری خیرخواهانه وارد بازی می‌شود و در تلاش است تا کنترل افراد را در دست بگیرد. اما آیا راهی برای خروج از این مثلث نیز وجود دارد؟ ما یک مثلث داریم که یک طرفش قربانیه، یک طرفش ناجی و یک طرفش آزارگر. مثلث تد در سال 2003 به عنوان شیوه‌ای برای خروج از مثلث کارپمن طراحی شد. این مثلث که به نام مثلث قدرت‌دهی یا قدرت پویا تد معروف است، بیان می‌کند که شفای حقیقی نه در تغییر وضعیت بین نقش‌ها که در تحول در نقش هاست. نقش قربانی به نقش خلاق تبدیل می شود و تمرکزش را بر آنچه می خواهم متمرکز می کند. بنابراین در هنگام بروز مشکلات نیز می تواند انتخاب کند و به دنبال راه حل باشد. نقش ناجی به نقش مربی تبدیل می شود. کسی که در عوض ماهی دادن ماهیگیری را آموزش می دهد و نقش جلاد نیز باید به نقش چالشگر تغییر کند. کسی که با ایجاد تنش پویا و حرکت به قربانی کمک می کند تا از نقشش خارج شود. ویلیام گلاسر که بود؟ ویلیام گلاسر روانشناس مشهوری که خلاف جریان آب شنا کرده بود. 11 می 1925 در کلیولند اوهایو متولد شد و در 23 اوت 2013 در سن 88 سالگی چشم از دنیا فرو بست. او ابتدا در رشته مهندسی شیمی تحصیل می‌کرد، اما به دلیل علاقه‌ای که داشت به روانشناسی روی آورد و در سال 1949 لیسانس روانشناسی بالینی و در سال 1953 دکترای روانپزشکی گرفت. ویلیام گلاسر در مشاوراتش در حین کار و همچنین مطالعاتش به مواردی مانند انتخاب و مسئولیت پذیری شخصی توجه می‌کرد و نتیجه سالها فعالیتش را در این زمینه در کتاب تئوری انتخاب ازدواج کرد.
از این نویسنده در ایران کتاب ازدواج بدون شکست نیز ترجمه و منتشر شده است. او پس از مدتی یک مؤسسه رواندرمانی خصوصی در لس آنجلس به وجود آورد و تا سال 1986 آن را اداره می‌کرد. ویلیام گلاسر نویسنده بسیاری از کتاب‌های تاثیرگذار درباره سلامت روانی، مشاوره، بهبود مدارس و بسیاری از سایر موضوعات مربوط به سلامت عقل است. گلاسر گسترش دهنده نظریات دبلیو ادواردز دمینگ در زمینه واقعیت درمانی و تئوری انتخاب محسوب می‌شد. نوآوری‌های گلاسر در مشاوره فردی، در محیط کاری و مدرسه، انتخاب و مسئولیت پذیری شخصی و دگرگونی شخصیت را مد نظر قرار می‌دهد. گلاسر مخالف اصول و قواعد رایج بین روانپزشکان بود که به جای تمرکز بر طبقه بندی کردن سندرم‌های روانی به عنوان اختلال روانی، سریعاً اقدام به تجویز دارو برای فرد می‌کردند. دکتر ویلیام گلاسر در کتاب تئوری انتخاب روانشناسی جدیدی را معرفی می‌کند که اگر به درستی به آن عمل شود می‌تواند ناتوانی‌های متداول ما را در ارتباط درست با دیگران به طور کلی دگرگون سازد. ناتوانی‌هایی که ریشه تقریباً تمامی نارضایتی‌هایمان در زندگی هستند. به عقیده گلاسر ما برای پیشرفت در ارتباطات انسانی باید روانشناسی مجازاتگر و سرکوبگرانه را کنار بگذاریم. برای مثال او استدلال می‌کند که اگر شما در حال حاضر در رابطه ناخوشایند هستید، یکی از شما یا هر دویتان در حال استفاده از روانشناسی کنترلگرانه بیرونی بر دیگری است. برخلاف چیزی که احتمالاً به آن باور دارید، مشکلات ما نه در گذشته بلکه همیشه در حال حاضر ریشه دارند. برای داشتن یک زندگی بهتر باید لحظه حال را به جای گذشته‌ای که دیگر وجود ندارد تغییر دهیم. خب بیشتر از این کتاب زیبا در اختیار من نیست. این کتاب خیلی خیلی جذاب هستش. اگر خوشتون اومده لطفاً برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.